سلام دوستان، امیدوارم هر کجا که هستید سالم و سلامت و تندرست باشید. من حسین باقری هستم و تو این ویدیو ادامه بحث مبدل‌های آنالوگ رو داریم که اگه بخوایم یک مروری از ویدیو قبلی یا پارت A این مبدل‌های آنالوگ رو داشته باشیم، ما دیدیم که دنیای واقعی یک دنیای آنالوگه و دنیای میکروکنترلره که 0 و 1 و کلی از پارامترهای فیزیکی و محیطی اطراف ما کمیت‌های آنالوگ هستن که دیدیم که خیلی نیاز داریم که یک کمیت آنالوگ رو اندازه گیری کنیم که دیدیم این کار رو با مبدل‌های آنالوگ انجام میدیم که مبدلی که آنالوگ رو به دیجیتال تبدیل میکنه که میکروکنترلر اون مقدار آنالوگ رو اندازه گیری کنه و متوجه اون بشه، مبدل ADC یا آنالوگ تو دیجیتال کانورتر. بعد با انواع سنسورهای مختلف آشنا شدیم. در حد یک مثال با انواع خروجی سنسورها هم آشنا شدیم که دیدیم در نهایت ما همه اونها رو تبدیل به یک ولتاژ میکنیم و ولتاژ رو به واحد ADC میدیم. با ساده ترین مبدل ADC هم آشنا شدیم که اسمش فلش بود و اون رو توی پروتوس هم شبیه سازی کردیم و باهاش کار کردیم که دیدیم که ترکیبی از آنالوگ کامپراتورها بود یا مقایسه کننده های ولتاژ. و همونطور هم که اشاره کردم چندین روش مختلف داریم، حدود 8-9 روش هست که از بین همه اونها ما 3 تا روش رو بررسی می‌کنیم که از همه پرکاربردتره که یکیش فلش بود. حالا جلوتر به اون دو تا دیگه هم میرسیم که در مجموع از هر روش استفاده کنیم ADC برای ما شکل یک بلوک میشه که یک ولتاژ ورودی رو بهش میدیم و یک ولتاژ رفرنس که این ولتاژ ورودی ما نسبت به اون ولتاژ رفرنس مقایسه و سنجیده میشه. یکی از پارامترهای مهمی که داشتیم اینجا تعداد بیت های ADC بود یا رزولوشن اون که اون ولتاژ رفرنس رو به چند قسمت تقسیم میکرد و بعد مقایسه میکرد با ولتاژ ورودی که هر چقدر این تعداد بیت ها بیشتر باشه یا این تقسیم ها بیشتر باشه ما دقت بیشتری رو داریم. و بعد با مراحل ADC آشنا شدیم که چطور این کار رو انجام میده که مراحل سامپل اند هولد بود، دیدیم که نمونه گیری انجام میداد و بعد وارد بخش کوانتایزر و انکودر میشد که در نهایت ولتاژ ورودی رو به یک عدد دیجیتال تبدیل میکرد. بحث فرکانس نمونه برداری رو داشتیم که گفتیم حداقل باید 2 برابر بیشتر از فرکانس سیگنال ورودی باشه که ما بتونیم حداقل ریکاوری رو ازش داشته باشیم که همونطور که گفتم این موضوع خیلی بستگی داره به نوع سیگنال ورودی، شکل اون و فرکانسش، ولی در حالت کلی فرکانس سامپلینگ ما اگر بیشتر از 20 برابر فرکانس سیگنال اعمالی باشه ما ریکاوری خوبی رو داریم. و بعد با بحث الیاسینگ آشنا شدیم که دیدیم چه حالتی هست و این شکل هم کل پارت قبلی رو در واقع میاد و توضیح میده که اگر این بلوک ADC باشه سیگنال ورودی اعمال شده به ADC بعد از مرحله سامپل اند هولد وارد قسمت کوانتایزر و انکودر میشه و اوتپوت اون شامل یه سری عددها هست که این عددها مقدار دسیمال هستن دیگه. هیچ فرقی برای ما نداره دسیمال باشه ایکس یا باینری، ما با همش بلدیم کار بکنیم. یک مفهومی رو اینجا داریم تحت عنوان LSB به این منظوره هر پله ADC بیانگر چه ولتاژی هست که برابر میشه با V رفرنس بخش بر 2 به توان n منفی 1 که توی شبیه سازی پروتوس که ADC تایپ فلش رو اونجا تحلیل کردیم و شبیه سازی کردیم دقیقا با این موضوع کار کردیم و دیدیم که از 0 تا 1 ولت اون 0 در نظر میگیره چون CVT بود و ولتاژ رفرنس ما هم 7 بود، از 1 تا 2 رو 1 ولت در نظر میگرفت و به همین شکل که باعث میشد ما یک خطایی رو به هر حال داشته باشیم که اینجا دارید اون موضوع رو میبینید. همون خطای قبلی فقط به صورت نموداری این رو آوردیم. اما ما 2 مدل دیگه خطا هم داریم، حالا تعدادش بیشتره ولی خب این دوتا خیلی مرسومتر و رایج‌تر هستن. یکی خطای آفسته. به عنوان مثال فرض کنیم که ما به ورودی ADC 0 ولت رو دادیم اما این بلوک ADC به جای اینکه مقدار 0 رو به ما برگردونه مثلا مقدار 1 2 3 یا هر مقدار دیگه رو برمیگردونه و از اون ور اگر فرض کنیم که رفرنس ما 5 ولت باشه ما انتظار داریم که اگر 5 ولت رو بهش دادیم با فرض 8 بیتی بودنش 255 رو بگیریم، اما میبینید که مثلا 4.8 رو بهش میدیم 255 رو به ما میده و از 4.8 تا 5 ولت رو همش 255 به ما میده. این بحث خطای آفست به این شکله. حالا من خیلی با اغراق نشانش دادم ولی خب مفهومش این شکلیه که این هر دوتا موضوع رو دارید میبینید. یه بحث دیگه هم داریم، یه منبع خطای دیگه ای که خطای گین. یعنی فرض کنید ما 1 ولت رو دادیم به ADC فرضاً مقدار 100 رو به ما برگردانه، اما 2 ولت رو که به ADC میدیم مثلا انتظار داریم 200 رو بگیریم اما 150 رو میگیریم یا از اون ور 250 رو میگیریم. این هم بحث خطای گین ADC هست. برای همه اینها راه حل هست، حالا چه نرم افزاری چه سخت افزاری که بعداً به این موضوع
میرسیم. یا یه بخشی هم تو بعضی از میکروکنترلرها هست تحت عنوان کالیبراسیون که این خطاها رو تو خودش اصلاح میکنه و در نظر میگیره. ولی خب روش‌های نرم افزاری هم براش هست که حالا بعداً به همش میرسیم. خب حالا بیایم با میکروکنترلر بیس آموزشی ما که AT مگا 328 هست پایه‌های ADC رو ببینیم. اگر دقت کرده باشید حالا توی پکیج دیپش پایه‌های ADC اون همگی کنار هم هستن و حتی توی پکیج SMDش هم باز به همین شکله. خب این علت داره که الان به علتش میرسیم. فقط یه نکته هم راجع به ADC کلا توی همه میکروکنترلرها بگم. اکثر میکروکنترلرها یک واحد ADC دارن، اما اگر دقت کرده باشید حالا تو همین میکروکنترلر مورد بحث ما 6 کانال ADC داریم، ولی همونطور که گفتم فقط یک واحد آنالوگ به دیجیتال داریم. این به صورت داخلی توی خودش یه سری سویچ ها اینجا هست که انتخاب میشه کدام یکی از این کانال ها در اون لحظه وصل بشن به ADC، یعنی این ورودی فقط یکیه و اینجا حالا 6 تاست که این کارو میان با یک مولتیپلکسر انجام میدن که اینجا دارید میبینید که کار مولتیپلکسر همینه که میاد و از بین چند تا انتخاب یکی رو انتخاب میکنه یا یکی رو سلکت میکنه. مثل همین کلیدهایی که اینجا مثال زدم، ما مثلا میگیم که میخوایم ADC کانال 0 رو بخوانیم، کلیدش رو میبندیم و دیگه این کانال 0 میاد توی مدار ADC که اول سامپل اند هولده، بعد میره تو حالا بقیه بخشاش و اون تبدیل ADC انجام میشه. پس این موضوع رو حتما مد نظرتون باشه، ما نمیتونیم که همه کانال های ADC رو با هم همزمان بخوایم، بلکه در آن واحد در اکثر میکروکنترلرها فقط میشه یکی از کانال ها رو انتخاب کرد و اون عملیات تبدیل رو روش انجام داد. اما بعضی از میکروکنترلرها هستن که بیشتر از یک واحد ADC داخلی دارن که اونا بحثش متفاوته. حالا توی STM32 ها این موضوع رو میبینیم و باهاشون کار میکنیم. این از بحث مولتیپلکسر داخلی ADC و واحد ADC و پایه‌هاش. اما اون نکته که گفتم اینه که پایه‌های ADC کنار همن همگی. اینم علت داره. علتش اینه که سیگنال های AC خیلی حساس به نویز هستن و ما وقتی که سویچینگ داریم دیدین دیگه کل کارهایی که ما انجام میدیم با میکروکنترلر 0 و 1 و این 0 و 1 کردن وقتی که اتفاق میفته اگر یک خط مثلا آنالوگ باشه و این خط دیجیتال، این که به این شکل 0 و 1 میشه، این تغییر از 0 به 1 و از 1 به 0 باعث میشه که روی سیگنال آنالوگ ما یک سری نویز ها اتفاق بیفته. به همین خاطر پایه های آنالوگ رو کنار هم قرار میدن که تا حد امکان از بقیه قسمت های مدارک دیجیتال باشن به دور باشن. اینجا هم باز سعی شده که همین اتفاق بیفته. و اگر هم دقت کرده باشید پایه تغذیه ACC که AVCC هست و AGND، حالا بعضی جا هم Aش رو نمیذارن، و همینطور ولتاژ رفرنس، اینها هم باز کنار همین پایه هایی هست که مربوط به کانال های مختلف ADC هست. اینجا هم باز به همین شکل، این رفرنس، این تغذیه و این هم زمین. پس به خاطر اینکه قسمت دیجیتال کمترین نویز رو روی آنالوگ ما داشته باشیم، پایه های ADC رو کنار هم میشن و حتی تغذیه‌هاش هم جدا میکنن. حالا توی ویدیو مربوط به سخت افزار مبدل های آنالوگ که مشخصا اینجا راجع به ADC بحث میکنیم، راجع به اینی که ولتاژ رفرنس چه مشخصاتی داشته باشه و چطوری تامین بشه و همینطور AVCC به چه شکل باشه و چطور تامین بشه و همینطور چطوری از یک سیگنال آنالوگ نمونه برداری انجام بدیم و اون رو وصلش کنیم به ADC، چون این کار رو مستقیما انجام نمیدیم. حالا مستقیم وصل کردنش در حد تست کردن مسئله نداره، اما توی پروژه های واقعی و صنعتی این موضوع رو به این شکل انجام نمیدیم که تو اون ویدیو به کلی راجع به ولتاژ رفرنس، تغذیه ADC و همینطور متصل کردن سیگنال به پایه‌های ورودی آنالوگ کلا بحث میشه و خودش یک ویدیو شاید 2 پارتی رو هم حتی نیاز داشته باشه. به همین خاطر الان روش بحث نمی‌کنم. اما خب در ساده ترین حالت خودش اگر میکروکنترلر ما 3.3 ولتی باشه، اینا رو میشه به هم وصل کرد و GND رو هم به زمین زد. این در ساده ترین حالت خودشه، ولی اینطوری انجامش نمیدیم، بلکه نیاز به فیلتر گذاری داره و وسایل خودش که بمانه برای ویدیو خودش. یک بحث دیگه داریم تحت عنوان سینگل اندد و دیفرنسیال. خب بحث سینگل اندد به این صورته که من میخوام ولتاژ دو سر R1 رو ببینم. چون R1 یک سرش به زمین وصل است و این میکروکنترلر ما هم رفرنسش دوباره همین زمینه، برای اندازه‌گیری ولتاژی که روی R1 هست کافیه که اون سر دیگه R1 رو بیایم و به پایه ADC بزنیم. به این حالا از سینگل اندد میگن.
اما این حالت دیگر رو در نظر بگیرید که ما ولتاژ R2 رو بخوایم، دو سر R2. وقتی که دو سر R2 رو بخوایم دیگه مثل حالت قبلی نمیتونیم که فقط از یک کانال ADC استفاده کنیم، بلکه باید به صورت تفاضلی این اندازه‌گیری رو انجام بدیم و واضحاً هم اینجا مشخصه که ما اگر ولتاژ دو سر R2 رو بخوایم پایه‌های ولتمتر ما رو باید به این شکل وصل کنیم. قبلی فقط کافی بود به این شکل وصلش کنیم. و این سر چون زمین بود اصلا نیازی نبود که وصل بشه، اما اینجا به صورت تفاضلی می‌کنیم که به این حالت که گفتم دیفرنسیال یا تفاضلی میگن که دو کانال ADC رو اشغال میکنه. اما بعضی از میکروکنترلرها این قابلیت رو ندارن که ما بیایم به صورت تفاضلی و با استفاده از دو کانال ADC بیایم و یک مقدار دیفرانسیلی رو اندازه‌گیری بکنیم. راه حلش هم استفاده کردن از یک مدار آپمپیه که اینجا به این شکل دارید میبینید که اینم باز بحثش بمونه توی همون ویدیو مربوط به طراحی سخت افزار برای بخش آنالوگ، اونجا میبینیم این موضوع رو. اما این سیگنال های تفاضلی یک مزیت دیگه هم دارن، حالا به صورت کلی نه بحث این مقاومت. توی ویدیو مربوط به ارتباطات سریال که بعداً ریکورد میشه، پروتکل RS485 وقتی که بررسی کنیم اونجا خیلی بیشتر به این مفهوم تفاضلی میرسیم و مزیتش رو میبینیم. اما خیلی اشاره ریزی که بخوام الان بکنم اینه که توی حالتی که ما تفاضلی داریم اندازه‌گیری انجام میدیم یا انتقالی رو انجام میدیم، نویس‌های مود مشترک ما حذف میشن و این خیلی مزیت بزرگی که حالا بعداً بهش میرسیم. پس اینم از این بخش، فقط با مفاهیمش خواستم که آشنا بشید که برای تفاضلی ما دو تا کانال ADC رو درگیر میکنیم و برای سینگل اندد یک کانال. ولی راهی هم هست که بشه تفاضلی رو هم با یک کانال انجام داد که استفاده کردن از این اوپمپ، که حالا برسیم به روش‌های دیگه‌ای که ADC استفاده میکنه برای اینکه یک مقدار آنالوگی رو به دیجیتال تبدیل کنه. خب یکیش که فلش بود دیدیم، همون مقایسه کننده ها بود. یک نوع دیگه هم داریم ADC که بهش SAR میگن یا Successive Approximation Register که میشه رجیستر تقریب های متوالی. ببینیم که این به چه شکل انجام میده. فرض میکنیم که این ADC که داریم وی اینی که بهش دادیم، حالا فرض میکنیم که 2.6 ولته و وی رفرنسی که داریم هم 5 ولته. خود ADC 8 بیت هست. میخوایم ببینیم که به این روش SARی که اینجا اسپردیم این چطور میاد و این تبدیل رو انجام میده، که گفتیم که در نهایت یک رجیستر رو ما میایم و میخوانیم که این بیت صفرم، یکم و هفتمش هست که ارزش مکانی هم که دیدیم میشه 2 به توان 0 که میشه 1، این میشه 2 به توان 1 که میشه 2، 128. خب LSB رو اینجا بخوایم حساب کنیم، گفتم که میشه وی رفرنس به 2 به توان n منفی 1 که n اینجا 8 وی رفرنس خب 5 بود، ادامه بدیم میشه 5 256 منفی 1. در نتیجه LSB ما میشه تقریبا 19.5 میلی ولت. خب پس این میشه 19.5 میلی ولت. خب این LSB ما اینجا قرار میگیره دیگه، یک واحد این ADC ما 19.5 میلی ولت. خب بعدی میشه 2 برابرش دیگه، میشه 2 در برای اینجا، حالا من بنویسم بعد پاکش کنم، میشه 2 ضرب در 19.5 میلی ولت و همینطور بیایم به سمت آخر این هم میشه 128 در 19.5 میلی ولت که حالا من چون جا نداریم این محاسبات ضربش رو نمی‌نویسم و یک جا نتایجش رو می‌نویسم. تو این تکنیک همونطور که اسمش هم دیدیم میان یه سری تقریبا رو میزنن. این رجیستری که داریم کاملا یک تقریبی است. به چه صورت میاد این کارو میکنه؟ میاد و از این سمت بیت پرارزش شروع میکنه و پیشروی میکنه. خب به چه شکل؟ میاد چک میکنه که آیا ولتاژ ورودی که 2.6 هست بزرگتر از 2.496 ولت هست یا نه. خب چک میکنه میگه خب بزرگتر هست، پس این بیت 1 میشه و بعد میاد این تفاضله رو حساب میکنه. این بیت هفتم برابر 1 میشه و این تفاضله رو حساب میکنه که 2.6 منفی 2.496 ولت هست برابر میشه با 104 میلی ولت. خب دیگه از این به بعد این عدد رو میاد و مقایسه میکنه. اگر که بزرگتر هم نبود که اون بیت 0 میشه. خب ادامه بدیم. این برای بیت هفتم. برای بیت ششم آیا 104 میلی ولت بزرگتر از 1.248 ولت هست؟ خب نیست. در نتیجه بیت ششم برابر 0 میشه. این 0 رو اینجا میذاریم. پنجمی رو چک میکنیم، 104 میلی ولت آیا بزرگتر از 624 میلی ولت هست؟ خب نیست. در نتیجه بیت پنجم هم 0 میشه. بیت چهارم رو تست میکنیم، 104 میلی ولت آیا بزرگتر از 312 میلی ولت هست؟ خب نیست. و بیت چهارم هم 0 میشه. اینجا هم 0 رو میذاریم.
توی استپ سوم 104 میلی ولت آیا بزرگتر از 156 میلی ولت هست؟ این هم نیست و بیت سوم هم صفر میشه. ادامه میدیم. آیا 104 میلی ولت بزرگتر از 78 میلی ولت هست؟ که جوابش بله است. پس بیت دوم 1 میشه و مجددا اون تفریقه رو باید انجام بدیم. 104 میلی ولت منفی 78 میلی ولت برابر میشه با 30 میلی ولت. و ادامه میدیم. آیا 30 میلی ولت بزرگتر هست از 39 میلی ولت؟ جواب نه هست و بیت شماره 1 هم صفر میشه. بیت آخر رو چک میکنیم این بار که آیا 30 میلی ولت بزرگتر از 19.5 میلی ولت هست که جواب بله است و بیت صفرم هم 1 میشه. اون تفریقه هم دیگه اینجا انجام بدیم یا ندیم فرقی نداره، ولی خب اگه انجامش بدیم برابر میشه با 10 ممیزه. پس ما مقدار ADC رو الان اندازه گیری کردیم که این مقدار باینریش هست که این رو به هگز اگر تبدیلش کنیم این میشه 0x، این میشه 8 و این هم میشه 5 و مقدار دسیمالش هم میشه 133. پس خروجی این ADC ما میشه 0x85 یا 133. این روشی است که این متد SAR انجام میده و همونطور که گفتم اکثر میکروکنترلرها هم همین روش رو استفاده میکنن و روش فلش خیلی به اون شکل دیگه الان استفاده نمیشه. خب حالا عملیات برعکسش هم انجام بدیم. حالا ما دستور رید رو فرستادیم، مثلا یک متغیر تعریف کردیم به اسم ADC را و مثلا گفتیم که ADC رو رید کنه کانال صفرم و مقدار ADC را ما شده 133. حالا ببینیم که چطور به ولتاژ تبدیلش کنیم. برای ولتاژ تبدیل کردن فرمولش اینه، یعنی می‌نویسیم ولت ADC را اولا تقسیم بر 2 به توان n منفی 1 میشه و بعد ضرب در ولتاژ رفرنس میشه. خب این که 133 اون 256 منفی 1 و این هم وی رفرنس 5 که این رو اگر انجام بدیم ولت ما برابر میشه با 2.608 میلی ولت که با یک تقریب خوبی این رو انجامش دادیم و با مقدار ولتاژی که اندازه گیری میخواستیم بکنیم رسیدیم. اما یک مسئله پیش میاد. فرض کنید اون ولتاژی که ما میخوایم اندازه گیری کنیم این خط است و انتظار داریم توی هر بازه زمانی که اندازه گیری رو میخوایم انجام بدیم ولتاژی که به هر حال محاسبه میکنیم روی این خطه بیفته، اما در عمل این شکلی نیست و همونطور که میبینید مقادیری که اندازه گیری میکنیم و برمیگردونیم نسبت به اون چیزی که باید باشه اختلاف داره. برای رفع این مشکل یک راهکاری که استفاده میشه اینه که یک آرایه تعریف کنیم با فرض اینی که ADC ما HBT باشه. مثلا یک ADC را تعریف میکنیم با 100 تا عضو، در واقع یک آرایه‌ای با 100 عضو تعریف میکنیم و میایم توی یک فرم می‌نویسیم و میگیم که به جای اینی که ما مقدار ADC رو مثل حالت قبل توی یک مرحله بخوانیم و همون رو رفرنس قرار بدیم، میگیم که بیا و این آرایه رو پر کن و بعد اینی که این 100 تا آرایه پر شد میایم و میگیم حالا بیا میانگین رو حساب کن، یعنی ADC ولیوی من بشه میانگین این ADC راها. حالا این رو من جزئیاتش ننوشتم، توی کدنویسی بهش میرسیم، ولی خب وقتی که میانگیری انجام بدیم این دیگه مقادیره میفتن روی این خطا و اون اختلافایی که داره دیگه از بین میره و همش جبران میشه. اما خب مسئله‌ای که داره اینه که توان از سی پی یو میگیره، یعنی ما میخواستیم یک نمونه گیری انجام بدیم اما به خاطر اینی که این اختلافه رو حذف کنیم مجبوریم که 100 بار بیایم و این مقدار رو بخوانیم و بعد میانگین بگیریم، یعنی کلی ضرب و جمع اضافه تر هم داریم. برای رفع این مشکل میایم و از یک ADC استفاده میکنیم تحت عنوان سیگما دلتا، یعنی همین کار رو انجام میده، جمع میکنه و اختلافه رو حساب میکنه که باعث میشه این اندازه‌گیری ما دقیق تر بشه. و مزیت این ADC سیگما دلتا همونطور که گفتم اینه که این عملیات جمع کردن و میانگین گرفتن رو به صورت سخت افزاری و با سرعت زیادتری نسبت به نرم افزار انجام میده. پس سه تا نوع پرکاربرد ADC، یکیش فلش بود، یکی SAR بود و این یکی هم دلتا سیگما هستش. خب یه مقایسه هم اینجا با هم داریم، یکی رزولوشن فلش به خاطر اینی که تعداد اون مقایسه کننده آنالوگ خیلی زیاد میشه رزولوشنش محدوده و ماکسیمم 8 بیت، ولی خب سامپل ریتش خیلی بالاست، دیدیم که خیلی سریع میاد و اون عملیات کانورت رو انجام میده و چون تعداد
المان‌های لاجیکش زیاده، همون آنالوگ کامپراتورها، پس پاورش هم به تبع بیشتر هست و هزینه بالاتری هم داره. نوع SAR که نوع متداول توی همه میکروکنترلر هاست 8 و 16 بیته، سامپل ریتش هم متوسطه، پاورش هم و هزینه‌ش هم متوسطه. نوع دلتا سیگما رزولوشن خیلی زیادی رو به ما میده، ولی خب به تبع سامپل ریتش پایین‌تر نسبت به نوع دیگه، چون میاد به هر حال این عملیات جمع و میانگینگیری رو سخت افزاری انجام میده و هزینه‌ش هم به این شکل و توانش رو هم دارید میبینید. اما عموما میکروکنترلرها SAR هستند و خارجی ها رو اگر نیاز باشه یا SAR یا دلتا سیگما استفاده میکنیم. یه زمانهایی هست به عنوان مثال ما میخوایم که حتما ADC ما دلتا سیگما باشه، اما خب میکروکنترلرها به صورت داخلی ندارن این موضوع رو و SAR هستن، و یا اینی که میخوایم همون SAR باشه اما رزولوشن بیشتری رو داشته باشیم، 16 بیت رو کامل استفاده کنیم، اما میکروکنترلرها ماکسیموم 12 بیت هست. و یا اینی که به کانال های بیشتری از ADC نیاز داریم. الان اینجا دقت کرده باشیم توی میکروکنترلری که ما کار میکنیم، خب تعداد کانالاش توی نوع دیپ 6 تاست و حالا توی SMDش 8 تا کانال میشه، ولی خب ما ADC بیشتری رو بخوایم. توی یک همچین کاربردی میایم از IC های A2D خارجی استفاده میکنیم که این کار رو میاد برای ما به صورت خارج از دل میکروکنترلر انجام میده و وقتی که خارج از دل میکروکنترلر باشه نویز های دیجیتال هم روش نمیشینن، چون به هر حال توی میکروکنترلر ما کلی پریفرال دیگه هم داریم که در آن واحد همگی دارن فعالیت انجام میدن و کار میکنن. ولی خب یک ADC خارجی رو داشته باشیم به این شکل نیست و اون کارش فقط محاسبه کردن این آنالوگ است. یکی از نوع‌های پرکاربرد ADC های خارجی، حالا من باش کار کردم، این مدل ADS 1115 هست که مشخصاتش رو اینجا دارید میبینید. توان مصرفیش خب توان کمیه، اوتو شات داون داره توی حالت سینکل شات مود، یعنی بگین یه تبدیل انجام میده و بعد خودش برای ذخیره توان شات داون میشه که کمترین جریان رو بکشه. تو کاربردهای باتری خیلی مهمه. محدوده تغذیه‌اش رو داریم میبینیم که 2 تا 5.5 ولت. میگه که یک ولتاژ رفرنس داخلی داره که بحث ولتاژ رفرنس ها گفتم که یک ویدیوی دیگه بعداً بهش میرسیم. اسیلاتور داخلی داره، PGA داره که این PGA در واقع یک op ampیه که گینش رو به صورت دیجیتال ما تغییر میدیم، بعداً بهش میرسیم. اینترفیسش رو گفته که I2C که توی بحث پروتکل های سری باش آشنا شدیم. 4 تا کانال ADC داره که میشه یا به صورت سینگل اندد از چارتاش استفاده کرد، یا اگر میخوایم که تفاضلی باشه میشه 2 تا کانال تفاضلی و یک مقایسه کننده برنامه پذیر هم داره که اینجا بلوک دیاگرامش رو میبینیم که دیگه خیلی ریز نمیشیم توی این موضوع. توی بخش I2C که خواستیم I2C رو راه اندازی کنیم، یکی از IC که باش کار میکنیم همین ADC خارجی است که حالا بعداً بهش میرسیم. برای بخش ADC توی قدم اول ما میایم و یک پتانسیومتر رو به یکی از کانال های میکروکنترلر وصل میکنیم و با این کار ما یاد میگیریم که به صورت تک کاناله ADC رو بخوانیم. بعد اینکه به صورت تک کانال ADC رو راه اندازی کردیم و مقدارش رو خواندیم، این سری 3 تا دیگه پتانسیومتر اضافه میکنیم و به صورت چند کانال این بار ADC رو میخوانیم. این دو تا رو که یاد بگیریم دیگه هیچ مشکلی با اندازه‌گیری بخش آنالوگ نداریم و همونطور که گفتم خیلی بهتره که وقتی که می‌خوایم با سنسورها یا ماژول‌ها کار کنیم با اونهایی کار کنیم که پارامتری که اندازه‌گیری می‌کنن یا مقداری که به ما برمیگردونن یک مقدار قابل لمسی باشه. مثلا وقتی که از سنسور دما استفاده می‌کنیم اگر توی اتاق باشیم دما با حدود 25 درجه باشه، اگر هیچ وسیله اندازه‌گیری دیگه نباشه که بشه رفرنس ما، و اگر ما این مقدار رو خواندیم و به همون دمای مورد انتظار ما رسیدیم یعنی کار ما درست بوده و همه چی اوکی است. به همین خاطر ما با سنسور دما هم کار میکنیم و حالا با چند تا ماژول دیگه که بعداً بهش میرسیم. ولی خب همینی که بدانیم چطور میشه تک کاناله ولتاژ رو خواند، چند کاناله ولتاژ رو خواند، با همه سنسورهای دیگه که خروجیشان آنالوگ میتونیم کار بکنیم، چون در هر صورت گفتیم که اگر خروجی چه ولتاژی باشه، چه جریانی و چه امپدانسی، تبدیلش می‌کنیم به ولتاژ و همین ولتاژ خواندن برای ما کافیه. خب ما تا الان ADC رو خواندیم که میآمد یک ولتاژ آنالوگ رو میگرفت، این آنالوگ اینپوت باشه، و یک مقدار دیجیتال رو به ما میداد. ما برعکس همین هم داریم که بهش دک میگن یا دیجیتال تو آنالوگ کانورتر. این بار برعکس عمل میکنیم. ما یک عددی رو میدیم و یک ولتاژ آنالوگ رو توی خروجی دریافت میکنیم. اما این واحد دک رو میکروکنترلرهای AVR ندارن به صورت پیش‌فرض، اما توی STM ها داریم.
خب اون ADC رو اگه بخوایم با یک مثال مشخصش کنیم، دوباره یک مثال اضافه تر، ما میخوایم که با میکروکنترلری که داریم سیگنال صوتی رو پردازش کنیم. یک میکروفون میذاریم و ولتاژ آنالوگ رو دریافت میکنیم. حالا میخوایم یه سری فیلترها روش اضافه کنیم یا یه اکوی روش بدیم، یک افکتی رو به اون صدا اضافه کنیم. برای اینکه اون صدا رو بعد از این پردازش مجددا پخشش کنیم، میتونیم از همین مبدل دک استفاده کنیم و اون رو به یک بلندگو وصلش کنیم که بتونیم اون تغییراتی که دادیم رو دوباره بشنویم، که اینم مثال دک میشه. واحد دک خب خیلی ساده تر از حالا واحد ADC است. اون رو میایم با یک جمع کننده به کمک آپم میسازیم که مدارش رو به این شکل دارید میبینید. خب مجددا برای اینکه بحث ساده بشه، من فایل شبیه سازیش آماده کردم. اون فایل شبیه سازیش رو بریم و بررسی کنیم. اینجا عیناً همین مدار رو دارید میبینید و این فرض کنید که این رجیسترهای ماست، یعنی داخل خود میکروکنترلر، و این دکی که ما داریم در واقع 4 بیتی باشه که همین 4 تا بیت هست. حالا این شبیه ساز رو ران کنیم، میایم و اولین بیتش رو 1 میکنیم که این اولین بیت در واقع همونطوری هم که تو این فایل پرزنت دیدین 2^0 ما هست. این 2^0 که بشه 1. میبینید که LSB که اینجا داریم 31 ولت هست یا 310 میلی ولت، یعنی هر یک بیتی که از این رجیستر 1 بشه و 1 وات به اون اضافه بشه، خروجی ما 310 میلی ولت تغییر. خب به طبع اگر ما بیت دوم رو 1 کنیم، این 2 برابر میشه دیگه، میشه 2 تا LSB، میشه 620 میلی ولت. خب ببینیم این انتظار درستی هست یا نه. ببینید که به همین شکل. اگر یکی دیگه بهش اضافه کنم که میشه 3 تا LSB، این میشه 3 برابرش، میشه 930 میلی ولت که حالا این دیگه گردش کرد شده 940 میلی ولت. دوباره اگر اینو زیادش کنم، این ولتاژ بهش اضافه میشه و به همین شکل. و میبینید که ماکسیمم ولتاژی که میتونم داشته باشم اینجا 4.68 هست. حالا اگر من این رجیسترها رو توی یک تایمینگ به خصوصی بیام و تغییر بدم، میتونم شکل موش‌های مختلفی رو توی خروجی داشته باشم، نه تنها فقط DC باشه. به عنوان مثال اگه من یک سینوسی رو بخوام، کافیه که توی بازه‌های زمانی مشخص مقدار این رجیسترها رو تغییر بدم که به تبع خروجی من به سینوسی نزدیکتر باشه. یعنی من بیام یه سری نقاط رو تولید کنم توی یک بازه مشخصی. این همون جاهاییه که مثلا دارم میام و رجیسترم رو آپدیت میکنم، ولی خب من این رو در نهایت پیوسته میبینم و به این شکل میشه اینها رو به هم وصل کنم، و یا هر شکل موج دیگه ای رو که بخوام. فقط کافیه که این رجیسترها رو توی یک بازه زمانی مشخص یا به عبارت دیگه توی یک اینتروال های مشخصی بیام و آپدیتش کنم. خب اگر میکروکنترلر ما واحد دک داشته باشه، خب کار ما خیلی ساده است دیگه، همون رجیستر رو آپدیت کنیم، خروجیش آپدیت میشه. اما بیشتر میکروکنترلرها واحد دک رو ندارن. یکی از راههای ساده‌ای که میشه دک داشته باشیم توی میکروکنترلری که به صورت سخت افزاری دک نداریم و پریفرالش نیست، اونم اینه که بیام از PWM استفاده کنیم. من توی PWM ها بهتون گفتم دیگه که ولتاژ خروجی که داریم میشه دیوتی سایکل در VCC که این دیه بین 0 تا 1 بود، در نتیجه وی اوت هم میشه بین 0 تا VCC. خب همون مثالی که توی دک زدم، ما برای که سینوسی داشته باشیم مقدار رجیستر رو باید توی یک بازه زمانی مشخصی بیایم و تغییر بدیم، اینجا میشه دیوتی سایکل رو تو همون بازه زمانی خاص و مشخص تغییر داد تا به یک شکل موج متناوب برسیم. با عنوان مثال که ایده کلیش به این شکله، ما اگر یک سیگنال فرکانس پایین روی یک سیگنال فرکانس بالا سوار کنیم، میتونیم بعداً با فیلتر کردن دوباره به اون فرکانس پایین برسیم. این بحث مدولاسیون ها هست، بحث سیگنال کریر هست و غیره. که اینجا دارید میبینید که اینجا سیگنال کریر ما این دندان اره‌ای فرکانس بالا هست، ما اون سیگنالی که میخوایم ارسال کنیم این سیگنال سینوسی فرکانس پایین هست که وقتی اینها رو مقایسه کنیم دیوتی سایکلی که داریم به هر حال به این شکل تغییر میکنن که یک همچین شکلی رو داره، اما در اصل این شکل ترکیبی از این دندان اره‌ای و اون سینوسی هست که اگر یک فیلتر مناسب اینجا بذاریم که این ساده ترین فیلتر هست که لو پس فیلتر بهش میگن یا فیلتر پایین گذر، توی خروجی ما اون سینوسیه رو ریکاوری میکنیم و دیگه این سیگنال مربعیه رو ما نداریم. از این تکنیک هم ما استفاده میکنیم و راه حل دوم هم استفاده کردن از سخت افزارهای مخصوص دک هست. یک مدلش دک 0808 هست که ورودی اون به صورت موازی هست و 8 بیت رو اشغال میکنه از میکروکنترلر، مثل همون LCD که داشتیم. اینا رو باید به یکی از پورت های میکروکنترلر وصل کنیم و با مقدار دهی به اون پورت
این ولتاژ خروجی تغییر میکنه. این دک ها 8 بیتی هن، پس ولتاژ خروجیش به این شکل میشه که 255 به وی رفرنس. این مقدار دک هم در واقع اون مقداریه که ما روی پورت قرار میدیم. اما ویژگی که این دک 0805 داره اینه که میشه این ولتاژ تغذیه منفیش رو به 0 وصل نکرد و به یک ولتاژ منفی وصل کرد، مثل همین چیزی که اینجا داریم. تو این حالت اتفاقی که میفته اینه اگر ما فرض کنیم که حالا این همین منفی 15 باشه و این 15، اگر 255 رو روی پورت قرار بدیم خروجی میشه مثبت 15 و اگر 0 رو قرار بدیم خروجی میشه منفی 15 و 127 هم میشه 0 ولت ما. این تقسیم بندی رو به این شکل میاد و انجام میده که حالا ما بعداً با این شماره دک کار میکنیم. اما نوع بهترش که اینجا دیدیم MCP 4025 هست. میبینید که خیلی پکیج کوچولویی داره که این پکیج‌های کوچیک خیلی مهمن توی طراحی ما و همینطور هم که میدونید تعداد المان‌های کمی هم داره. یعنی حتی این STL و STL روی این پکیج هم هست، اینا اضافه است. ما روی باز یک مقاومت پولاب داشته باشیم کافیه، نیازی نیست که همه IC ها و ماژول ها مقاومت پولاب رو داشته باشن. اینجا هم باز با I2C باش ارتباط میگیریم و به صورت دیجیتال و سریال میگیم که خروجیش چقدر باشه، یا به عبارتی اون ولتاژی که روی پای خروجی قرار بگیره چقدر باشه، که با دک های دیجیتال هم کار میکنیم. خب ما با مقایسه کننده های آنالوگ آشنا شدیم. میکروکنترلرها یک مقایسه کننده هم به صورت داخلی دارن که اگر دقت کنید دقیقا همون شکلیه، اما توی دل میکروکنترلر که یک سری ویژگی های مثبتی رو به ما میده نسبت به اینی که ما از یک مقایسه کننده خارجی استفاده کنیم. که حالا توی میکروکنترلری که بیس آموزش های ماست ورودیاش میتونه پایه A این 0 و A این 1 باشه که A این 1 به پایه منفی وصل شده و A این 0 به پایه مثبت، که حالا میشه منابعی که به ورودی مثبت و منفی وصل میشن هم از طریق این سویچ ها و حالا این بیتی که داریم تغییر کنه. برای منفیش هم باز به همین شکل، این هم توسط این دوتا رجیستر در واقع کنترل میشه. اما مزیتی که داره اینه که به جز اینه که اگر ولتاژ پایه مثبت از منفی بیشتر شد به ما خبر میده با استفاده از وقفه و فلگ هایی که داره، بلکه میتونه واحدهای مختلف میکروکنترلر رو هم تریگر کنه، مثل واحد کپچر که یک کاربردهای خیلی جالبی رو برای ما برمغان میاره همین کارش که بهش میرسیم. توی دوره پاور الکترونیک که بعداً استارتش رو میزنیم با ترایاک ها آشنا میشیم که کار ترایاک ها فعلا در حد یک اشاره بخوام بهش بپردازم اینه که ما میایم توان AC رو کنترل میکنیم که این کنترل کردن توان AC رو میایم با برش ولتاژ انجام میدیم. این ترایاک یک المان سه‌پایه است، یک پایه تحریک داره که اسمش گیت، اینجا دارید اون رو میبینید، و دو تا پایه ترمینال که MT1 و MT2 اسم داره، بعضی جا هم T1 و T2 اسمش هست. برای کار کردن با ترایاک ها و داشتن کنترل دقیق توی برش ولتاژ و به تبع اون توی کنترل توان، ما باید ترایاک رو توی زمان صحیحی روشن کنیم. این سیگنال AC ورودی هست و این سیگنال AC خروجی که نسبت به ورودی میبینید که برش هایی رو داشتیم و داریم. برای تحریک کردن ترایاک یک زاویه داریم تحت عنوان زاویه آتش که نسبت به صفر سیگنال AC ما یا منبع AC ما شناخته میشه یا شبکه ما شناخته میشه. خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم چه وقتی این صفرها اتفاق میفتن، که یک مداری رو داریم تحت عنوان زیرو کراسینگ دیتکشن، یعنی عبور از صفر رو تشخیص بدیم، که یک فرم سادهش همین استفاده کردن از مقایسه کننده های آنالوگه که هر موقع ولتاژ ما از قسمت مثبتش بیشتر شد، یعنی نسبت به سطح صفر یا زمین ما مقدارش مثبت شده، پس این خروجیش 1 میشه، و هر موقع هم وارد قسمت منفی شدیم خروجیش 0 میشه، طبق همون شکلی که اینجا داشتیم و توضیحاتی که قبلا دادیم. کافیه که ما اولا تشخیص بدیم که از 0 رد شدیم و بعد نسبت به 0 بیایم اون پایه گیتی که داره این ترایاک رو تحریک کنیم، که اینجا دارید این موضوع رو میبینید، پارسای تحریک گیت. حالا ما میتونیم همین کار رو به صورت داخلی انجام بدیم و این مدار اضافه تر رو نداشته باشیم، چون خود تحریک گیت هم باز یک مدار دیگه ای رو داره،
یک مدار برای تشخیص عبور از صفر و یک مدار برای تحریک گیت. ما اگر بیایم تو این حالت همین تشخیص عبور از صفر یا گذر از صفر رو به کمک مقایسه کننده داخلی انجام بدیم، نه تنها توی سخت افزار صرفه جویی کردیم، بلکه توی نرم افزار هم کار ما راحت‌تر میشه. فقط کافیه که بفهمیم چه موقع از صفر عبور کردیم که این چه موقع عبور کردن رو اگر به این بخش مقایسه کننده آنالوگ واگذار کنیم، با اتفاق افتادن یک وقفه این موضوع رو به ما میگه و ما میریم و گیت رو تحریک میکنیم. پس یه کاربردش توی بحث پاور الکترونیکه. یه کاربرد دیگه هم داره که اون کاربرد دیگه‌اش رو میایم و با این مثال بررسی میکنیم که ما میخوایم ظرفیت این خازن رو اندازه گیری کنیم، یا به عبارتی ما خازن سنج بسازیم و هر خازنی رو اونجا قرار دادیم که این ترمینال ما باشه. مثلا هر خازنی رو که اینجا وصل کردیم مقدارش رو داشته باشیم. خب این به چه صورت میشه؟ زمانی که خازن دشارژ هست و ولتاژ صفره، ما اگر یک ولتاژی رو به اون اعمال کنیم، این خازن با توجه حالا به این مقاومت آری که اینجا داریم و ثابته شروع میکنه و با یک شیبی شارژ میشه تا به اون مقدار نهایی خودش که همون ولتاژ ورودی باشه برسه. این بحث تئوری های مداره و یک فرمولی رو هم داره که این فرمول رو اینجا دارید میبینید که بحث ثابت زمانی پیش میاد که بحث تاو و RC هست. برای اینکه از شر این فرمول خلاص بشیم و با عدد نپر و این توان نمایی کاری نداشته باشیم، بازم همونطوری گفتم طبق تئوریایی که توی مدار یاد گرفتیم، اگر ولتاژ خازن به 63% مقدار نهایی خودش برسه، اون زمانی که داریم به هر حال یک تی دیگه، یک تی طول کشیده. مقدار C برابر میشه با T که همون زمانی که طول کشید که اتفاقی بیفته به R هم که ثابته. خب خیلی ساده میشه این کار ما. واحد مقایسه کننده داخلی اینجا چطور به کار ما میاد و این مسئله رو برای ما ساده میکنه؟ این همون آری که داشتیم، میایم و این R1 و R2 رو یه طوری طراحی میکنیم که خیلی هم ساده از فرمولش. این اگر اسمش V مثبت باشه میشه V این که این V این باشه R2 به R1 به علاوه R2. این رو یک طوری تنظیم میکنیم که این نسبت بشه 63%، یعنی R2 به R1 به علاوه R2 بشه 63. وقتی این کار رو انجام بدیم، این ولتاژ شده 63% V این V3 وقتی که بزرگتر مساوی 63% V این بشه، این خروجی تحریک میشه. و ما اینجا هم گفتیم دیگه، وقتی که این اتفاق بیفته، یکی از کارهایی که براش تعیین میکنیم که برای ما انجام بده اینی که بره و واحد کپچر رو تریگر کنه. و واحد کپچر هم قبلا باهاش آشنا شدیم توی ویدیو مربوط به تایمرها. میامد و یک زمان دقیقی رو برای ما اندازه گیری میکرد و ما اون زمان دقیق رو اگر اندازه گیری کنیم، در واقع این تیه رو داریم دیگه. اون زمان دقیق حساب کردن رو واحد کپچر به ما میده. مقدار R هم که ثابته و ما به مقدار C میرسیم که من برای جا افتادن موضوع یک شبیه ساز رو هم اینجا آماده کردم توی پروتوس که این موضوع رو میبینیم. فقط سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که من از چه زمانی شروع بکنم زمان رو اندازه گیری کنم. یعنی برای بار اول به واحد کپچر بگم که شروع کن. خب اونم واضحه، یک پایه آیو رو ما داریم توی میکروکنترلر، اون رو یک میکنیم که وقتی که یک کردیم فرض کنیم که اینطوری باشه، این جی پی آی او به اینجا اعمال شده باشه. وقتی که این اتفاق بیفته، همون لحظه هم واحد کپچر رو استارت میکنیم و وقتی که این مقایسه اتفاق افتاد، این تریگر کردن واحد کپچر به این شکل باشه که خاموشش کنه. حالا بعداً توی پیاده سازی عملی بهش بیشتر میپردازیم. خب من شبیه سازی رو ران کنم. برای مورد اول تریگر رو میزنم، یک زمانی رو به من میده. برای مورد دوم و قسمت دومم دوباره تریگر رو میزنم و یک زمان دیگه رو به من میده. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که این دوتا چه تفاوتی رو با هم دارن، که اگر دقت کنید خیلی شبیه به هم هستن، با این تفاوت که این مدار پایینی این مقاومتش مقدارش متفاوته با مقاومت بالایی هست. در واقع من توی این مدار پایین اون 63% رو ایجاد کردم با استفاده از این تقسیم مقاومتی ها و به ورودی منفی دادم که 63% 5 ولت هم اگر حساب کنید
میشه 3/15 که اینجا هم دقیقا این 3/15 رو میبینید. اما بالایی این کارو نکردم، بالایی فقط یک ولتاژی رو ایجاد کردم. 10/10 اگر تقسیم مقاومتیش رو حساب کنید، این 10 به علاوه 10K، حالا K هاش هم بذاریم، این تبدیل میشه به 2.5 ولت. این اون 2.5 ولتیه که اینجا دارید میبینید. خب میبینید که دو تا زمان به من داده. یکی شده 682 میلی ثانیه این تی ما، و این یکی تی هم شده 978 میلی ثانیه. خب ماشین حساب رو باز کنیم و اینجا من این فرمول مربوط به ولتاژ خازن رو نوشته بودم. اینجا همون فرمول رو اینا پیاده کردیم. خب برگردیم به شبیه ساز. VSC رو اگر بخوایم برای این حالت اول حساب کنیم، ولتاژ خازن شده 2.51. V این ما هم که 5 ولت هست. T هم که داریم 682.46 هست. آری هم که داریم 10 کیلو هست. مقدار C فقط مجهول، C رو اگر حل کنیم مقدارش میشه 97.89 میکروفاراد. اما برای حالت دوم چون که تنظیم کردیم به 63% که رسید استوب کنه، C که داریم گفتم خب خیلی ساده تو این حالت میشه T بخش بر R که اگر همین رو ادامه بدیم این میشه 978 در 10 به توان منفی 3 بخش بر آری هم که داریم 10 در 10 به توان 3 هست که تو این حالت این رو اگر محاسبش کنیم میشه 97.8 میکروفاراد. خب خودتون این دوتا رو با هم مقایسه کنید. توی روش اول ما با این فرمول نمایی سر کار داریم که پیچیده است، اما توی روش دوم صرفاً تی که به دست میاریم رو یک تقسیم ساده که انجام بدیم به مقدار C میرسیم که ترجیح ما هم اینه که از همین حالت دوم استفاده کنیم به خاطر سادگی. و این صدا فایل شبیه سازی رو هم من در اختیار شما قرار میدم که میتونید این شبیه سازی ها رو دوباره انجام بدین و مرورش کنید. پس ما متوجه شدیم که سیگنال های آنالوگ چقدر مهم هستن و کل دنیای اطراف ما همین کمیت های آنالوگ و پیوسته هستن که به صورت کلی هم 3 تا تایپ دارن خروجی سنسورهای آنالوگ، یا ولتاژی و در بهترین حالتش همین ولتاژی بودن و خطی بودنه، یا جریانی هستن و یا امپدانسی. چه این خروجی غیر خطی باشه، چه آفست داشته باشه و یا چه خطی باشه، در نهایت ما همین اینها رو، چه خروجی امپدانسی چه خروجی جریانی و ولتاژی رو تبدیل به خود همون ولتاژی میکنیم و اندازه‌گیریش میکنیم. و کل کار واحد ADC اینه که یک سیگنال آنالوگ رو که بهش بدیم یک عدد دیجیتال معادل با اون سیگنال رو به ما میده که این کار رو با روش‌های مختلفی انجام میداد. ساده ترینش روش فلش بود که اون رو دیدیم به چه شکل بود. با مراحل مختلف این کانورت کردن آشنا شدیم که سامپل اند هولد، کوانتایزر و انکودر بود. همه رو با هم دیدیم. بحث فرکانس نمونه برداری هم باهاش آشنا شدیم که حداقل با 2 برابر فرکانس سیگنال اعمالی به واحد ADC باشه که ما بتونیم نمونه گیری درستی رو انجام بدیم و سیگنالی که ریکاوری میکنیم خیلی نزدیک به اون سیگنال اعمالی باشه. اما خب در اکثر موارد بسته به فرکانس سیگنال اعمالی و شکل موجی که داره عدد 20 برابر معمولا مناسب هست. بحث الیاسینگ رو دیدیم که اگر نمونه برداری ما خیلی با فرکانس کمی انجام بشه، ما یک سیگنال دیگه رو نمونه گیری میکنیم و به اشتباه بازسازی میکنیم که ربطی به اون سیگنال اصلیه نداره. و بعد با خطاهای آفست و گین آشنا شدیم که گفتم توی ویدیوهای بعدی بیشتر با اینها کار میکنیم و با راه مقابله با اون آشنا میشیم. و اینجا اشاره کردیم که توی اکثر میکروکنترلرها پایه‌های ورودی ADC و پایه‌های مربوط به مبدل آنالوگ به دیجیتال همه کنار هم هستن و این بخش هم یک ولتاژ تغذیه مستقلی رو داره که پایه‌هاش جدا هست که پیشنهاد شده حتی اگر از واحد ADC نمیخواید استفاده کنید این پایه‌های تغذیه آنالوگ متصل بشن. در ساده ترین نوع استفاده کردن هم گفتیم که A ریفرنس و A VCC با هم به تغذیه میکروکنترلر وصل میشن، اما این اصلا کار درستی توی پروژه های عملی و واقعی و صنعتی نیست که بعدا بهش میرسیم با چیکار کنیم. اینی هم که این پایه همه کنار هم هستن گفتیم که بحث اینه که قسمت دیجیتال روی آنالوگ نویز نندازه و ما مقدارهای اشتباهی رو نخوانیم. و مورد بعدی هم که اینجا داشتیم این بودش که ما توی اکثر میکروکنترلرها یک واحد ADC داریم، اما اون یک واحد ADC چند تا کانال داره ولی در عین واحد یک کانال میشه به بخش ADC وصل بشه و اون عملیات تبدیل رو انجام میدیم که این کار رو با یک مولتیپلکسر به صورت داخلی انجام میدن. با بحث سینگل اندد و
دیفرنسیال آشنا شدیم، بحث تفاضلی ها که برای اندازه‌گیری یک سیگنال تفاضلی به 2 تا پایه از واحد آنالوگ نیاز داریم که باید اون ADC که اون میکروکنترلر داره از این قابلیت هم پشتیبانی بکنه. برای اندازه‌گیری سینگل اندد هم گفتیم خیلی ساده، یک کانال رو وصل می‌کنیم و استفاده می‌کنیم. با ADC های تایپ SAR آشنا شدیم و دیدیم که به چه شکلی میاد و اون تقریب رو انجام میده و اینجا هم دیدیم که وقتی که داریم اندازه‌گیری ADC رو انجام میدیم، مقادیری که می‌خوانیم از ADC یا به عبارتی خروجی ADC مقادیر مختلفی هستن و یک حالتی رو داره که انگار نویزی هست اون اندازه‌گیری ما. که برای رفع مشکل هم گفتیم که به جایی که یک بار ADC رو بخوانیم و از اون مقدارش استفاده کنیم، چند بار میایم میخوانیم، مقدار ADC رو توی یک آرایی میریزیم و در نهایت میانگینگیری میکنیم که باعث میشه دقت بهتری داشته باشیم و مقداری که خروج ADC هست کمترین تغییرات رو داشته باشه. اما خب همین موضوع توانی رو از CPU اشغال میکنه و باعث میشه که مدت زمان اندازه‌گیری ما طولانی تر بشه. دیدیم که ADC هایی که با معماری سیگما دلتا هستن خودش این کار رو به صورت سخت افزاری انجام میده و نیازی نیست که ما توی نرم افزار این کار رو انجام میدیم. و بعد با یک ADC خارجی آشنا شدیم که دیدیم I2C بود، 4 تا کانال سینگل اندد داشت، یا اگر می‌خواستیم به صورت تفاضلی استفاده کنیم 2 کانال تفاضلی رو در اختیار ما قرار میداد. مثال‌های بخش ADC رو معرفی کردیم. بخش DAC رو این بار دیدیم که برعکس واحد ADC هست که میاد یک عدد دیجیتال رو میگیره و معادل اون که یک ولتاژ آنالوگ باشه رو تولید میکنه توی خروجی خودش. که گفتیم اکثر میکروکنترلرها واحد DAC رو ندارن، اما توی مدل‌های STM عموما همه دارن. اگر نداشتن میشه از تکنیک PWM استفاده کرد که یک سیگنال فرکانس پایین رو روی یک سیگنال فرکانس بالا یا کریر سوار کرد و بعد با فیلتر کردن سیگنال خروجی به اون مقدار آنالوگی که می‌خواستیم میرسیم توی خروجی که داریم. دیدیم که IC های DAC خارجی هم داریم که یک نوعش که DAC 0808 بود، این نوع روش ارتباطی اون موازی هست و MCP 4725 رو هم دیدیم که پروتکل ارتباطیش سریال هست و از I2C پشتیبانی میکنه. و بعد با مقایسه کننده داخلی میکروکنترلر آشنا شدیم، دیدیم که یک واحد مقایسه کننده داخلی هم داره که مزیت‌های بیشتری رو نسبت به یک مقایسه کننده دیگه داره. تو این حالتی که ما مقایسه کننده داخلی رو نخواهیم استفاده کنیم، مثلا این رو به یک واحد اینتراپت هم بدیم که اون بزرگ شدن ولتاژ مثبت نسبت به منفی رو بتونیم با این پایه اینتراپت سنسش کنیم. اما خب خود این واحد مقایسه کننده آنالوگ داخل خود میکروکنترلر این کار رو برای ما انجام میده و یه سری فیچرهای اضافه تری هم به ما میده، مثل تحریک کردن بقیه پریفرال ها. دیدیم که یکی از کاربرداش تحریک کردن ترایاک بود که این کار رو هم با گذر از 0 ولتاژ ورودی انجام میداد. و بحث دوم هم اندازه‌گیری یک خازن مجهول بود که دیدیم به چه شکلی با این مقایسه کننده آنالوگ انجامش میده. این بشه پایان این ویدیو. توی بقیه ویدیوها ما میایم همین روند رو برای اون میکروکنترلر مورد بحث انجام میدیم که به طبع این کار رو هم برای شروع با میکروکنترلرهای AVR انجام. خیلی ممنونم که تا این لحظه وقت گذاشتین و این ویدیو رو نگاه کردین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوزم کانال رو سابسکرایب نکردین این کار رو حتما انجام بدید و برای اینکه از جدیدترین کلیپ ها مطلع بشین زنگوله کناری اون رو هم بزنید. و اگر در مورد محتویات این کلیپ سوالی رو دارید حتما اون رو برای من کامنت کنید. و در نهایت اگر دوست دارین از کارهای من حمایت کنید حتما قسمت ابوت کانال رو مطالعه کنید. با امید دیدار.